سلام به همگی. یه چیزی که برای من خیلی جالبه و این روزا خیلی دارم بهش فکر میکنم و خیلی دارم مطلب در موردش میخونم، تا حدودی هم خودم تجربهش کردم، اینه که ببینید همه مواد انگار از انرژی تشکیل شدن. همه اون چیزی که به صورت ماده فیزیکی روی زمین، کره زمین قرار داره به نظر میرسه از انرژی تشکیل شده باشه. چجوری این انرژی در واقع وقتی فشرده میشه تبدیل میشه به ماده فیزیکی؟ حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که این انرژی از کجا میاد؟ این انرژی در واقع اون سطح آگاهی در واقع جهانه، سطح آگاهی کائناته که در سرتاسر جهان وجود داره، میاد و در واقع میاد فشرده میشه و به صورت ماده در روی زمین خودش رو نشون میده. به خاطر همین هست که هر چیزی روی زمین یعنی که هر چیزی که به صورت ماده روی زمین وجود داره انرژی داره و این انرژی سطوحش متفاوته، چون وقتی که فشرده میشه و به صورت ماده در میاد در هر ماده‌ای خودش رو یه جور نشون میده و در واقع این ماده وقتی که در جسم یک فرد شکل میگیره و یک فرد رو تشکیل میده میشه آینه تفکراتش، یعنی انرژی کائنات از سر تا سر دنیا که به صورت آگاهی جمعی و کلیه میاد فشرده میشه و در یک انسان جمع میشه و از قسمت در واقع همون قده پینئال هر فردی که در مرکز سرش قرار داره و در واقع همون منطقه چشم سوم هست به بیرون تصویری رو به ما نشون میده که اون تصویر حال ماه، تصویریه که ما میبینیم و اون نقشیه که توی زندگیمون ایجاد میشه. انگار که این انرژی از کائنات میاد به صورت فشرده در اون قسمت، در اون نقطه ای از مغز ما جمع میشه و از در واقع دید ما به بیرون دنیا و زندگی ما رو تشکیل میده. پس خیلی راحت با اتفاقاتی که در طول روز براتون میفته میتونید اینو برای خودتون جا بندازید و حتی میتونید بهش برسید که هر چیزی انرژی داره و همه مواد روی زمین از جمله انسان‌ها از انرژی تشکیل شدن و این انرژیه که در واقع ما رو جهت میده به زندگیمون و ما رو به سمتی میبره که میخوایم. اینه که میگن میتونید آیندهتون رو خلق کنید، چون این انرژی که هر کس داره از کائنات میگیره و در واقع به زندگیش جهت میده همون انرژیه که آیندهش رو میسازه. پس بسته به این که چه انرژی رو بتونید در خودت وارد کنی و انعکاسش بدی به بیرون، زندگیت متفاوت میشه.